در همین پختا وزید یک проблема هست. проблема کارخانه وزید کردگان خیلی обработка کرده شده است. 10 روز شده است обработка میکنند. بعد نرسایی کلی هم هست بسیارتر. همین کل خطی обработка کردن در روزی وقتی گل کرده شده پورا کردگان کلی دار ویتامین خطی کاربری کردن در تو. بعد ترکیبش به همین ابامیکسین و پراپارگیت ابامیکسین برای کارتانش کار میکنند. لوج باشه نقطه کاربری کردن در تو. مقصد نرمال شونه قپیدگان وزیر آب دادگی نیست یا بر آب میتر آب آمدگان زمین نامش 50 پس شدگه 50% باید 60-65 تا 70% باید باشه که نه از بهترین مقصد گرفتگان. برای شونه قپیش و نپرفتن چی توصیه شد؟ برای شونه قپیش روزی چی گفتم اصلا همین فروت ریل کلی در کار میشد. بعد همین آبش یک چین کردیم حتما янтарная кислота یا فسفر азотная кислота مقصد خوش کند که همین فراوردن تیاش آب نمودی آب مقصد فراورده تیات وقتی که فراوردن اونجا همین هضم کنی برگ ها مقصد هضم کنی رستنی بهترین میشه.